سلام به شما دوستای عزیزم که دارید کم کم به خودتون نزدیک و نزدیکتر میشید. بذارید امروز یه چیز رو خیلی واضح بهتون بگم. هیچ چیزی توی این دنیا قطعی نیست. یعنی شغلی که انتخاب کردی، آدمی که باش تو رابطه ای، حتی شهری که برای زندگی رفتی توش و حتی خودتو، زندگی یک مسیر دائما در حال تغییره و این مایم که بدون هیچ ضمانتی، بدون اینکه بتونیم پیش بینیش کنیم و بدون قطعیت داریم در موردش تصمیم گیری میکنیم. اینجا دقیقا همون جاییه که خیلی از آدما توش گیر میکنن. میگن وقتی که نمیدونیم قراره چی بشه، وقتی که نمیتونیم پیش بینی کنیم، چه جوری باید تصمیم بگیریم؟ بچه جوابش خیلی ساده است. با امتحان کردن، با تجربه کردن و با اون حسایی که گاهی دلتون بهتون میگه. بیان یه مثال واقعی براتون بزنم. موقعی که من شروع کردم دوره ارتقای شخصیت رو ضبط کنم، خب این چند سال توی ذهن من بود و جرقش خورده بود که این جامعه نیاز به آموزش بیشتری داره، چون توی مدارس و توی دانشگاه ها و بعضا توی خانواده ها یه سری چیزا رو آموزش ندادن به افراد، به جامعه، به آدم ها، به بچه ها. پس من با خودم چه فکری کردم؟ گفتم اوکی، به خاطر اینکه آدم ها رو بتونم بهتر کنار خودم ببینم، به خاطر اینکه وقتی میرم بیرون احساس کنم یه جامعه سالمتری رو دارم میبینم، بسا 10 نفر، بسا 100 نفر، نه همه آدم های دنیا، تا جایی که توانش رو دارم این آموزش ها رو نشستم آماده کردم. چالش 15 روزه تغییر رو با همدیگه، تغییر شخصیت رو با همدیگه استارت زدیم و الان بعد از استارت اون آموزش با خودم گفتم چرا که نه، وقتی که من این شرایط رو دارم که میتونم توی این فضای یوتیوب بیام و آموزش بدم به آدم ها و سعی کنم اون رسالتی که همیشه توی زندگیم بر عهدم بوده رو انجام بدم، خب اومدم این چالش 15 روزه بعدی قدم اول بدون نقشه رو برداشتم و انجامش دادم که به همه آدم ها بگم زندگی واقعاً غیر قابل پیش بینیه و یکی از غیر قابل پیش بینی بودن‌هاش همین بود که واقعا من اصلا تصمیمی نداشتم که بعد از دوره ارتقای شخصیت، بعد از چالش ارتقای شخصیت درآموزش دیگه اینجا منتشر کنم. اما با خودم گفتم چرا که نه، وقتی که میتونم به آدم‌های بیشتری کمک کنم، وقتی که میتونم اون حس درونی آموزش رو که همیشه درون من بوده و توی جلسه‌های مشاورم با آدم‌ها میدادم، الان بیام اینجا به آدم‌های بیشتری اون رو ارائه بدم و در ازاش هم میتونم توی یوتیوب فعالیت داشته باشم، خب چرا این کار رو انجام ندم؟ پس میخوام بهتون بگم که واقعا یک تصمیم یهو میتونه شما رو، اصلا سبک زندگی شما رو تغییر بده و زندگی دائما در حال تغییره. نکته قشنگ و جالبش میدونین چیه بچه ها؟ اینه که ما آدم ها انعطاف پذیریم و میتونیم خودمون رو با هر شرایطی تطبیق بدیم و این به نظر من یکی از قشنگ ترین چیزهایی که توی سیستم بدن انسان هست. و بچه ها به این توجه کنید که هیچ تصمیمی کاملا درست یا کاملا غلط نیست. تصمیم درست اونه که شما رو به حرکت وادار کنه، مجبورتون کنه یه کاری رو انجام بدین. تجربه کنید و ببینید که آیا اون کار مناسب شما بوده، آیا اون در مسیر رشد شما بوده. گاهی وقتا ممکنه بگیم که آقا سن من قد نمیده که بخوام همه چیز رو تجربه کنم. بله درسته، واسه همینه که میگن کتاب بخونید، گاهی بهتون میگن که فیلم هایی رو ببینید که ممکنه تجربه زندگی آدم ها باشه، فیلم های مناسب بچه ها، نه هر فیلمی که واقعا قرار باشه وقت و انرژی شما رو بسوزونه، نه هر کتابی که بخواد وقت و انرژی شما رو تلف بکنه. گاهی بهتره که از تجربه آدم ها استفاده کنیم، مثل همین الان که نشستی تو این دوره آموزشی، تو این چالش آموزشی و داری زندگی خودت رو، مغز خودت رو، ذهن خودت رو و همه چیز رو به چالش میکشی تا بتونی تغییرات مثبتی رو توی زندگی خودت ایجاد کنی. بیاین یه کاری کنیم. 3 تصمیمی که همیشه عقبشون مینداختی، مثل من که بهت گفتم استارت چالش دوره ارتقای شخصیت 3 سال عقبش انداختم. ببین چه چیزایی این شکلی توی زندگیت هست. 3 موردش رو بنویس و توی آیتم بعدی هم بنویس که من امروز یه قدم کوچولو براش برمیدارم. ببینید بچه ها، اگر من گاهی وقتا گاهی نکات رو تکرار میکنم، به خاطر اینه که اینا واقعا مهمن و اینا واقعا تاثیرگذارن، به شدت تأثیر میذاره روی نحوه زندگیت، روی مسیرت
روی اون آدمی که اینجا نشسته و داره من رو از این صفحه نمایش میبینه. و میخوام یه جمله رو پررنگ‌تر بنویسی برای خودت. بنویس که من بدون اینکه همه چیز قطعی باشه میتونم شروع کنم. با اینکه میدونم همه چیز قطعی نیست اما شروع میکنم، چون حرکت کردن بهتر از یک جا موندن و در جا زدنه. اگه تا اینجای ویدیو همراه من بودی، سابسکرایب و لایک یادت نره که ادامه چالش ها رو از دست ندی. 11 روز کنار من بودین. این چالش 15 روزه است و بچه‌ها خبر خوش این که من چالش بعدی رو هم حتی طراحی کردم و قراره که ببرمتون توی دنیای واقعی که مغزتون رو به چالش بکشیم در مورد درآمدزایی، در مورد اقتصاد و مسائل این چنینی. پس برای اینکه این دوره هایی که الان، این آموزش هایی که الان اینجا به صورت رایگان داره منتشر میشه و تو میتونی انقدر راحت فقط با استفاده از یک اینترنت، یک گوشی، یک تلویزیون یا یک لپتاپ اونها رو در اختیار داشته باشی و بتونی باعث پیشرفت خودت و سبک زندگی خودت بشی، بهتره که این موقعیت رو از دست ندی. با سابسکرایب کردن بقیه ویدیوها رو هم میتونی ببینی و این چنل رو گم نکنی. فردا قراره بریم سراغ این که اگه مقصد معلوم نیست پس چطوری باید راهمون رو انتخاب کنیم. میبینمت.